خسته نشدید از این که این همه تو یوتیوب گشتین؟ من اونیم که هم میتونه شما رو بخندونه، هم یک چیزی در حد سواد خودم آموزش بده بهتون. بله، جواد تسلا، خیلی خوش اومدین دوستان. تازه این کانال ما شروع کردیم. لایک حتما بزنین این ویدیو رو، دستای خوشگلتون رو یک اینجوری کافیه بزنین و دل بنده رو شاد کنین. این کانال مخصوص افرادی است که به رشته برق، الکترونیک، مخابرات و غیره یک کوچولو علاقه دارن و هم میخوان سرگرم باشن هم یاد بگیرن. شما تو این کانال یاد میگیرین که یه آداپتور یعنی چی، کلا کلمه آداپتور داره از کجا میاد و برای چی داریم میگیم تغذیه، اصلا تغذیه یعنی چی، اصلا برق یعنی چی، الکترون یعنی چی، جریان، ولتاژ، وات، کیلووات، همه اینا رو قرار با هم متوجه بشیم. کافیه تو کامنت ازم سوال بپرسین یا هر جای دیگه، هرچند که به صورت طبقه بندی شده ما اینا همه رو باهاتون کار میکنیم. دوستانی که علاقه‌مند به رشته برق، الکترونیک، حتی تخصص من درس دوربین مداربسته است، ولی خب خیلی از علوم پایه رو انشاءالله با هم کار خواهیم کرد. دوستان عزیز، نکته دیگه ای که میخوام بگم اینه که اول باید ببینم چی بازخوردی دارم از شما دوستان عزیز. نظرات شما خیلی مهمه، حرفای شما خیلی خیلی مهمه. من بدونم در مورد چی دوست دارید مطالب چون شاخه برق خودتون میدونید دیگه، شاخه دنیای بسیار بسیار بزرگیه بچه ها. خیلی برق خیلی دنیای بزرگیه. بازار کارش، خب بعضی میپرسن بازار کارش چطوره. برق همه چیزه. برق یعنی هر جا شما نگاه میکنین برقه. تو خیابون برقه، اینجا برقه، توی شاید باورتون نشه توی این لیوان چایی البته دمنوشه، توی اینم برق داریم ما. یعنی الکترون همه جا هست، ولی ما بعضی جاها باعث میشیم که الکترون حرکت کنه و این حرکت الکترونه که برای ما خیلی اهمیت داره. دوستان شما فکر میکنید دوربین مداربسته چجوری فیلم میگیره؟ دقیقاً با الکترون یعنی همون ذره الکترون باعث میشه که ما بتونیم دیتا جابجا کنیم، باعث میشه بتونیم حرف بزنیم، بدون کلمه حرف بزنیم. و این یعنی دنیای برق و دیجیتال. خوش اومدین. لایک کنید دوستان، لطفا لایک کنید دیگه، لایک کن. حتما باید تموم